دورات حالا ادامه حمله دست رگارتاد از یک فرصت بسیار خوب پنالتی است. دوبار حالا امکانیتی که شروانی و امباچوف بود است. امباچوف از پای افتید بعد اینکه فخرین احتماف در مقابل مبارزه برد. اینجا امباچوف را زیر کرده است. فخرین احتماف پنالتی اون رو به هدف رساند. موقع خوب کسب کرده باشد و همین طرف حساب شده می شود. دوستان عزیز دروازه‌بان دسته خوجند اندکی حرکت خوب انجام داد عزیز که چگونه صورت میگیرد. ادامه حمله بازیگران دسته خوجند یک فرصت بسیار خوب دروازه‌بان روس. حالا ادامه حمله دسته خوجند رو میبینیم. ارگاشف کرده است. نازیم باباجانوف فرصت برای رگارتاد است. پس با شیرزاد محمدیف و اینجا نازیم باباجانوف ضربه نازیم باباجانوف دروازه‌بان و باز هم ضربه دوباره پرتابی خیلی بلند و مانوئل پانی توپ را از دست داد در ضربه دوران ارگاشف و توپ از پهلوی دروازه باباجانوف. گزارش کاپیتان دسته رگارتاد است. امکانی ضربه زنی برای نازیم و یکی از و یک ضربه دیگر و این جهانگیر ارگاشف بود. اینجا نوبتی مهمانان پرتاب خیلی بلند و فرصتی بسیار خوب اما حالا یک امکانیتی دیگر برای دسته خوجند. این دفعه پرتابی نوبتی به جریمه‌گاه دسته خوجند و امکانیت برای نازیم باباجانوف بود. حالا توجه میکنیم دلیر شریفوف ضربه دلیر شریفوف ولی دروازه‌بان توپ را داشته میگیرد. یک پرتابی نوبتی دیگر و امکانیت برای خوجند و گل اما افساید اشاره می شود. ضربه کنجی نوبتی فوتبالزن مهمان. باز یک فرصتی دیگر شرف صالحوف پس به مرکز ادامه حمله دست رگارتاد است. حالا ماباچه فرصت برای فوتبالزن رگارتاد است. بیا توجه میکنیم اما چگونه این پرتاب نمی باید سنگین بایف امکانیت برای دسته خوجند ولی پس دقیق نبود. اینجا محافظتگری دسته رگارتاد است هم چندان خوب بازی نکرد. ضربه و چگونه فرصت بود برای سنگین بایف پس به جهانگیر ارگاشف. امکانیت برای جهانگیر ارگاشف از پای افت جهانگیر ارگاشف دوباره شاید رسیش کوتاه است شاید رسیش عموما نیست. دوباره اشاره میکرد اوت است. دوباره در ادامه ایلووا میکنند بعد از 7 دقیقه ایلووا شده. حالا دشوار است برای بازیگران تیم میزبان. ادامه حمله خوجند و دروازه‌بان رگارتاد است رو ببینید. ادامه حمله و گل و ببینید که چگونه حمله بازیگران خوجند در دقیقه 94 با گل انجام. پرتاب از سوی از خود خط دفاع شروع شد. بعدا اینجا رقابت بود. فوتبالزن دسته خوجند خیلی خوب بازی کردند. خب هر از اتاق داوران قرار برآوردند. این قرار خودی سیاد زندینوف نبود. از قرار اتاق داوران گفتند که گل بیکار است اگر اتاق داوران نشستند. حالا دوران ارگاشف بسیار دعوا میکند. داورانی که در اتاق ور نشسته بودند زحل خوجا نظر و خسروی صدیق زاد و باز یک نفر دیگر برمیگردد. سیاد زندینوف اشاره میکند که درست است قرار داورانی که در نزد ور نشستند. ادامه حمله دسته رگارتاد است. ضربه زده می شود و دروازه‌بان خوجند این ضربه رو بر پرتابی خیلی بلند امکانیت برای خوجند خیلی بلند. ارگاشف بسیار خوب هنردمایی میکند. فرصت برای دلیر شریفوف و صدای اشتکی دوبار از فرجام این رقابت درک میدهد. 102 103 دقیقه ادامه کرد این رقابت.